این هفته خبر تو خبر داره براتون از عظمای شاخ شکسته ای که همچنان در حال دست و پا زدن در تله اتمیه و یکی به میخ و یکی به نعل زدن کاری ازش ساخته نیست. اینی که ما با دشمن یه وقتی مذاکره کنیم، صحبت کنیم، من باب مثال این یه حرف دیگه است، تعامل کنیم این یه حرف دیگه است. در مقابل زورگویی و حرف زور دشمن انقلاب به ما میگه که نباید تسلیم شد. تا حالا هم تسلیم نشدیم به توفیق الهی، بعد از اینم همین خواهد بود. اینجاست که بسیجی‌ها پاک گیج میشن و از خودشون میپرسن چطور میشه هم با دشمن تعامل کرد و هم تسلیمش نشد. بعدم قاط میزنن و قدم از قدم نمیتونن بردارن. Come here, Bravo. Come. Good girl. Come. Good girl. Come on. Come on, Bravo. Come on, Bravo. Come on. Come here. Come on. آخوند رئیسی هم توی این وضعیت خیال خودش رو راحت کرده و مشغول دادن سوتی‌های استراتژیستیه. آدم فکر نمی‌کرد اون روح بزرگ و بلندی که مسائل مهمه‌ای که برای یک نفرمانده همزمان با همین دست و پا زدن ها بود که سالگرد شلیک به هواپیمای اوکراینی هم از راه رسید و آخوندهای قاتل سنگ پای قزوین رو قورت دادن و توی تیویریش چنین معرکه‌ای رو انداختن. با گلباران محل سقوط پرواز شماره 752 هواپیمای اوکراین یاد و خاطره 176 سرنشین و خدمه شهید این پرواز گرامی داشته شد. این تصویری بود که توی تیویریش پخش شد. حالا واکنش خانواده‌های قربانیان فاجعه شلیک به هواپیمای اوکراینی رو نسبت به این نمایش مشمئز کننده ملاحظه کنید. آخوندهایی که الان برای قربانیان سقوط هواپیمای اوکراینی اشک تمساح میریزن همونایی هستن که قبل از اعتراف به شلیک از این شوهای مسخره اجرا میکردن. و اگر امریکا نتونه ثابت کنه که این هواپیما به وسیله موشک زده شده، در واقع از این به بعد دیگه معلومه که بوئینگ 737 تابوت مرگه و برشکستگی اقتصادی و بی‌حیثیتی اقتصادی و نشون دادن اینکه این شرکت حتی نمیتونه یه مسافرکش باشه برای مردم دنیا، این معلوم میشه. این یکی رو هم یادمون نرفته که میگفت من 40 سال خلبان بودم و شک ندارم که این هواپیما خودش سقوط کرده. من همین الان تو موبایلم 3 تا فیلم دارم که یکی از بغل بهش خورده، یه موشک از زیر خورده، یکی مثلا موشکی نخورده. من کدوم یکی از اینا رو میتونم بپذیرم؟ پس بنابراین فیلمایی که اون بالا اصلا مشخص نیست اون هواپیمای اوکراینیه، اون چه چیزی هستش، هیچ جوری نمیشه گفت اصلا این هواپیماست یا نیستش. 3 جور فیلم پخش شده. ولی حتی اگر با موشک هم زده شده باشه، من فکر میکنم که این صحبت درستی نیست. بله، هرچی این جماعت خالی بستن و ماله کشیدن، النهایه با اعتراف پاسدارهای تروریست نقش برآب شد. کاری که سپاه با اینا کرد یه چیزی تو این مایه ها بود. آبگوره‌گیری‌های آخوندا برای سالگرد ترکیدن پاسدار سلیمانی همچنان ادامه داره و هر بار یه روزه جدیدی براش میخونن. این یکی میگه اصلا با ترکیدن قاسم سلیمانی مشکلات نظام حل شد. از مشکلات هم خون سردار حل کرد. یعنی کشور با این مشکلات جدی واقعا روبرو به نظر من
شهادت سردار سلیمانی اصلا انگار که خداوند همه عنایاتش گذاشته بود تو وجودی آدم تا بود یه جوری مشکل حل میکرد، رفت یه گره‌های بزرگی که همه مونده بودن چجور باید حل بشه باز کرد انشاءالله. این یکی هم مشغول قمپوز درمانی برای بسیجیاست تا شاید بتونه یه جوری حالشون رو جا بیاره. و از پیروزی‌های افتخار آمیز ما اینه که بعد از شهادت شهید سلیمانی هم رهبر شجاع و فرزانه و سلیمانی پرور ما وعده انتقام دادند به جبهه مقاومت و هم دستوری که داده شد عین الاسد را در چنین روزی آماج حملات موشکی قرار دادند و این دشمن خصم به ظاهر قوی از نظر سلاحی، شکست خورده از نظر سیاسی، از نظر اجتماعی، از نظر اخلاقی و از نظر بین المللی که هیچ آبرویی براش نمونده این ضربه محکم را تجربه کرد و هیچ غلطی نتونست بکنه. یکی نیست بگه اگه ترکیدن سلیمانی پیروزی بود و بعد هم انتقام سخت گرفتید و همه جا رو ترکوندید، پس این آبغوره گیری ها تو برای چیه؟ اما صحنه ها خیلی دلخراش بود. حکایت ایناست که میخواستن برای رفیقشون تولد بگیرن اما زدن همه جا رو درب و داغون کردن. جنتی لعنتی به ترکیدن پاسدار سلیمانی هم رضایت نداد و له شدن نفرات تو مراسم نشکشی سلیمانی رو هم به حساب دستاوردهای نظام گذاشت. شما ببینید اون وضعیت که در کرمان پیش اومد، جمعیت به اون صورت رفته برای تشییع ایشون و برای دفن ایشون، گفتن 60-70 نفر زیر از پا رفتند. کجای تاریخ اسلام هم سیاستی؟ آخوندا تلاش میکنن خودشون رو خیلی مسلط جلوه بدن اما سوتیاشون کار دستشون میده و دم و دستگاهشون رو به هم میزنه. این دم آخری وضعیت عظما خیلی پتار شده و برای بند زدن طلسم به شکستش دست به دامن جک و جونورای صادراتی شده. یه نمونهش این آخوند عراقیه که از ترس کله پا شدن عظما به این پرت و پلاگویی افتاده. قدر این ولایت فقیه هم بخصوص مردم ایران واقعا قبل از ما، حالا ما انشاءالله، من همیشه میگم الان مثلا بعضی از رهبران جبهه مقاومت حالا مثل سید حسن نصرالله جانشون در خطره به خاطر ولایت فقیه، نه به خاطر سلاح. نه اگر امریکا اگر امضا میکنه الان آقا سید حسن میگه من کار به ایران ولایت فقیه نداشته باشم، نه مشکل نیست دیگه، بفرمایید سید العرب هم میشه با این کاریزمای زیبای سید حسن. هنر سید حسن ولایته، عشق سید حسن ولایته، عشق حاج قاسم ولایت بود و حرکت ایشون در این جبهه مقاومت گام به گام مرتبط به نگاه ولی فقیه زمان ماست. این نکته قسم عرض میکنم. اینجا هم عظما یه آخوند رو آورده تا جلوی خودش بره بالای منبر و روزهای خودش رو به خودش تحویل بده. آقا فرمودن تو سخنرانی شاید نه چندان دورشون اخیرشون فرمودن که ما اگر حوادث انقلاب رو، حوادث جامعه‌مون رو اگر ما درست روایت نکنیم، هنرمندانه و صحیح و جذاب اگر ما روایت نکنیم، دشمن روایت خواهد کرد. او که بیکار نمیشینی که. و دشمن وقتی روایت میکنه طبق میل خودش روایت میکنه، تحریف میکنه، حذف میکنه، جای ظالم و مظلوم رو عوض میکنه. اینطور که پیداست عظما خوب فهمیده که دور عمام پرونیه و چاره جز این جنگولک بازی ها نداره.
حالا بشنوید از این مداح حکومتی که زده کانال 2 و به دادار دودور انگلیسی رو آورده. Hey, US. Hey, US. You started. تو شروع کردی. We will end it. ما تمومش میکنیم. Hey, US. You started. We will end it. Hey, US. You started. We will end it. Hey, US. You started. We will. سری هم بزنیم به شورای شهر دسفول و ببینیم برای حل مشکلات مردم مشغول چه کاری هم. شون ازم یامم که دستا مهربون دایم پاک و ستیامم. جلسات شورای شهر تو نظام ولایت در حالی به مجلس روزخونی تبدیل شده که حتی توی فیلم‌های سینماییشون هم نوع‌های حکومتی رو مسخره میکنن. اومده تپیده مبارک قدم نو رسیده. اومده تپیده مبارک قدم نو رسیده. مهمونیه چراغونیه مهمونیه امشب دل عاشقا خراسونیه. گوش کن ببین چی میگه. هر کی یه دفعه اومده پیش سر میزنی بهش فقط خودتم یه دفعه. هر کی یه دفعه اومده پیش سر میزنی بهش فقط خودتم یه دفعه. اصلا سه دفعه. هر کی یه دفعه اومده پیش سر میزنی بهش فقط خودتم یه دفعه. داره میریسه رو سر آمریکایی را میریسه رو سر اسرائیلی را میریسه. داره میریسه بهمونیه چراغونیه. بگو ماشالله بگو آبشت من تیب بزن بگو. توی این وضعیت سهم مردم هم چیزی نیست جز محصولات سمی و برگشت خورده. بذار پایین. خب من چجوری ببینم عزیزم؟ بیار پایین. آها بذار پایین. فلفلای دلمه‌ای صادراتی به کشور روسیه بوده، اومده کشور ایران، برگشت خورده دادن به ما توزیع کنیم بین محروما. از یه طرف به مردم محصولات سمی میدن، از اون طرف هم براشون روزه میخونن که هیچی نخورید. و ما اگر میخوایم بهشتی بشیم باید اینجا تمرین کنیم، اونقدر کم بخوریم که نیاز حتی به دستشویی. نمیگم اینا عرفانیه، اینا خیلی بالاست، اما به قدر خود آقا کم بخوریم. آقا چی؟ بگید کم بخوریم. حالا سری بزنیم به تازه ترین محصولات اقتصاد مقاومتی در سال مانزدایی از تولید. نگاه این لول کشی اینجا بیا پیکنیک منبع سوخت اعدادتون نشه این برنشون ترام بدم یه با موه نگاه بیا این سوا متوشا میدین تف دوقیت صورتت کیفی کن صورتت برشت یعنی دیگه زیادتر نمیشه. چرا؟ بس دیگه چیکار کنیم؟ از بخاری موتور که برسیم میرسیم به خود موتور، اونم موتور تکچرخ. بدبختی های عظما کم بود، بدبختی فوتبال هم بهش اضافه شد. اینجاست که رشته از دست تیویریش هم خارج میشه و یه چنین صحنه‌هایی بیرون میزنه. همه درد ما ورود سیاست به فوتباله. شما این نطق شما را اگه ترجمه کنن بذارن جلوشون، اون خدمتی که شما فکر میکنید در مغزت داره به این ورزش میکنه، شما چطوری به خودت اجازه میدی به رئیس فوتبالی مملکت بی سخیف؟ شما چجوری به خودت اجازه میدی؟ شما اصلا در جایگاهی نیستید که این گونه صحبت کنید. شما هستی. شما هستی. شما با 4 تا رأی که اردی هستی، ما که 60 سال برای فوتبال مملکت زحمت کشیدیم نیستی. آره رسونه یه ذره به سوابق خود نگاه کن، بعد با من حرف بزن. شما به رئیس فدراسیون توهین نکنید، به جامعه فوتبال توهین میکنید. شما که دارید توهین میکنید. نه من توهین نمیکنم، من میگم شما صلاحیت اینجوری صحبت کردن و نسبت به یک فوتبال، رئیس فوتبال، اعضای فدراسیون ندارید.
متاسفانه وای نمیسن جلوی شما که شما هر کاری میخواین بکنین میکنین. نتیجهش هم اینه که اوضاع مملکت اینطوریه. متاسفم. این که پیامی که ایشون داره میده که پیام غلطیه، یا ایشون جایگاه قانونگذاری ما 60 سال غلط داریم زندگی میکنیم تو شما نماینده ما هستیم. یا جایگاه نظارت مجلس را ایشون نمیدانند، نه ما هیچی نمیدونیم، فقط شما میدونید. دچار یک تغییر اندیشه و فکر شدن ایشون. ما هیچی نمیدونیم، همه چی میدونیم. از اوضاع مملکت معلومه که شما همه چی میدونیم، ما هیچی نمیدونیم. شما زمانی که شما به وظیفه خودت عمل بکن. من وظیفه اینه تا شما هستین نمیذارین کسی کار بکنه. متاسفم همتون تو کار فوتبالین. این که میبینید آخوندا اینقدر فوتبال دوست شدن به خاطر فوتبال نیست، به خاطر بخوریه که توی فوتبال هست. در پایان توجه شما رو به 2 تا کلیپ جلب میکنیم که اولش تلاش جالب یک کوچولو برای یادگیری روزهای هفته است و دومیش هم دابسمش همونه. آنیسا؟ دن شنبه، یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، یک آنیسا؟ دن شنبه، یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه،